سلام علیکم، حال شما چطوره؟ امیدوارم که خوب و خوش سلامت باشین. به تکنو خوش اومدید. بریم بدون که وقتتون رو بگیرم ویدیو آنباکسینگ آیفون 16 پرو مکس و چند تا محصول دیگه اپل رو با هم دیگه ببینیم. حالا که تا اینجا ویدیو همراه من بودین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید، خیلی به من کمک میکنه و همینطور کانال رو هم سابسکرایب بکنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندین. خب دو تا رنگ مختلف در واقع کیس های اپل رو هم براتون گرفتم که با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم که به چه صورت. خب این جعبه هاش هست و این خب یک رنگ متمایل بنفش داره. باز میکنم جعبهش با هم دیگه ببینیم و این هم که خب رنگ صورتیش هست. این دوتا هر دوتاش از مکسیف همونطوری که میبینید اینجا نوشته در واقع پشتیبانی میکنه و امکان این که شما بتونید از اگر اکسسوری مکسیف اگر دارید بخواید استفاده بکنید اینها جواب میده. قراره که این دوتا رو الان برای این گوشی دزرت تایتانیوم 16 پرو مکس امتحان بکنیم ببینیم که روی این گوشی در واقع چه شکلی میشه که رنگ در واقع خاص امسال است. از این قاب بنفش شروع میکنیم. بعد از همه اینها یک قاب غیر اپلی رو هم بهتون معرفی میکنم که خودم میخوام از اون استفاده بکنم. اگر دوست داشتین شما میتونید از اون استفاده بکنید. اما بریم سراغ این رنگ بنفشش ببینیم که به چه صورته و اصلا از نزدیک چه جوریه.
خب این رنگ در واقع بنفشش هست که میبینید این مقدارم فکر کنم تار شد. خب این بسته‌بندی که اپل داره اینو ما از اینجا درش میاریم. خب این قاب در واقع بنفشش هست که بخوایم بذاریم کنار آیفون 16 به این شکل میشه. 16 پرو مکس. یه امتحان بکنیم ببینیم که روی آیفون 16 پرو مکس چه شکلی میشه. خیلی راحت خب فیت شد توش. به این شکل میشه رنگ بنفشی که در واقع خود قاب اپل داره. خیلی چیز خاصی نداره، جنسش خوبه، یه حالت رابری داره. اون در واقع اون ووونی که پارسال بود اون دیگه تولید نمیشه، اون جنس که پارسال بود. و حالا بریم سراغ در واقع اون قاب بعدیمون که قاب صورتی هست. این قاب صورتیه. خب اینم رنگ صورتیشه، رنگش خوشگله به نظرم. و ببینیم که حالا روی آیفون رنگ جدید آیفون 16 پرو مکس که در واقع این دزرت تایتانیوم هست چجوری میشه. به این شکل به نظرم میاد که جنس خوبی باشه. همونطور که میبینید هم این و هم در واقع هر دوتای اینها، حالا میخواین کنار هم دیگه اگر ببینید رنگاشو، هر دوتای اینها این در واقع دکمه کامرا کنترل رو دارن روشون و میشه ازشون استفاده کرد. اما قابی که میخواستم خودم بهتون معرفی بکنم و احتمالا خودم ازش استفاده بکنم، این قاب شیشه‌ای در واقع کلیر هست که برای کمپانی ESR که میتونید از آمازون تهیه بکنید. من حالا لینکش رو میذارم توی دسکریپشن اگر دوست داشتید. و در واقع این هم به این شکل میشه که یکی از حسن‌هایی که در واقع این قاب ESR داره اینه که این برخلاف در واقع قاب اپل که این قسمت کامل باز هست، قاب ESR همونطور که اینجا میبینید کامل این قسمت دوربینتون و دور اطراف لنزتون رو هم کاور میکنه. و خب طبیعتا وقتی ما این رو میبینیم یعنی اینکه از مکسیف هم در واقع پشتیبانی میکنه. و خب همونجور که میبینیم این قسمت کامرا کنترل رو هم داره دسترسیشو و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. این مون ریویو های در واقع قابای اپل. اما بریم یه دو تا آیتم دیگر رو هم در ادامه ویدیو میخوام براتون بررسی بکنم. نوبتی هم باشه نوبت ایرپادز پرو، نه ایرپادز 4، ایرپادز جدید اپل. خب همونجور که میبینید من حالا این ایرپادز پرو 2 رو که مال خودم هست گذاشتم اینجا به عنوان نمونه ببینیم. اما این رو هم حالا با هم دیگه امتحان میکنیم، اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم ببینیم مثلا به لحاظ ریخت و قیافه و اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. ولی بیاین حالا جعبه‌شو هم دیگه باز بکنیم. خب این هم مثل بسته‌بندی دیگه اپل در واقع این نوار محافظ رو داره. میکنیم و باز میکنیم چی تو جعبشه. خب در واقع این نوشته ها هست، خبری از استیکرهای اپل نیست و این هم ایرپادز جدید. جعبه‌شو بذاریم کنار. بیایم حالا قبل از اینکه اصلا کلا اینو بازش بکنیم من این ایرپادز پرو 2 رو میذارم اینجا به عنوان نمونه که در واقع بتونیم ببینیم. حالا این در واقع میشه خواستیم پارش نکنیم. خب همونجور که میبینید این در واقع تفاوت این دوتا ایرپادز هست با هم دیگه. خب این ایرپادز در واقع 4 هم مثل ایرپادز پرو 2 از USB-C استفاده میکنه برای چارج کردنش و خب همینطوری که میبینید این چراغ رو هم داره مثل ایرپادز پرو 2 و نشون میده که چقدر حالا مثلا چارج داره نداره، میشه چارج کرد یا نه. وقتی که اینطوری داره سفید چشمک میزنه، اگر بتونید اینجا ببینید بهتر، بله، نشون میده که در واقع روی حالت پیر کردن هست. میتونید در واقع با دستگاهتون پیرش بکنید. این در واقع همونطور که میبینید این تیپ سر اون تیکه پلاستیکی سر
ایرپادز رو نداره مثل ایرپادز پرو 2، ولی خب در واقع این پایینش و بقیه ظاهری که داره بسیار شبیه هست. بذارید من در واقع ایرپادز پرو 2 رو هم بذارم اینجا کنارش که بتونید مقایسه بکنید که در واقع چه تفاوتی دارن. این گوش چپشه که همونجور که میبینین تقریبا شبیه همدیگه هستن. به نظر میاد که ایرپادز 4 یکی دو تا سنسور اضافه تر داره و خب به احتمال خیلی زیاد از این سنسورها به لحاظ نرم افزاری استفاده میکنه که بتونه نویز کانسلیشن و اینها رو هم در واقع داشته باشه. خب همونجور که میبینین قابشون به نظر میاد قاب در واقع ایرپادز پرو 2 یه مقدار، حداقل من الان حس میکنم که ایرپادز پرو 2 به دلایلی سنگین‌تره، من نمیدونم چرا سنگین‌تره و خب یه مقدار بزرگتر هم هستش از هر لحاظ که بخوایم در واقع در نظر بگیریم. از قطرشون یکیه ولی در واقع ارزشون ایرپادز پرو 4 در واقع ایرپادز 4 کوچیک‌تره. اما خب اگر براتون سواله که در واقع ایرپاد رو چطوری میتونید خیلی سریع ستاپ بکنید و وصلش بکنید به گوشیتون، به محض اینکه شما درش رو باز بکنید بعد از چند ثانیه روی آیفونتون یک پرامپتی ظاهر میشه که بهتون نشون میده که در واقع میتونید اون رو ستاپش بکنید که خب روی گوشی من نشونش نمیده به هر دلیلی. یک بار هم من حالا گوشیمو ریستارت کردم ولی کار نکرد. حالا ممکنه مشکل از ایرپادز باشه، ممکنه از مشکل از در واقع گوشی من باشه، احتمالاً گوشی منه چون در واقع گوشی من رویش نسخه 18.1 نصبه و خب بتا هست و باگ داره. و اما نوبتی هم باشه نوبت اپل واچ سری 10. خب ببینیم که این اپل واچ سری 10 ما چجوریه. خب بسته بندیشو من دارم نگاه میکنم، در واقع در مقایسه با سری دیگه تغییری نکرده و اختصارش همون شکلیه. اما بازش بکنیم ببینیم که در واقع توی جعبش چیا هست و چی به چیه قصه. خب مثل هر سال در واقع زمانی که بازش میکنیم توی 2 تا جعبه میاد، یکیش در واقع خود اپل واچ داخلش هست و یکیش هم بندشه که من بند در واقع سپورت لوپ رنگ تقریبا گریش رو گرفتم که فکر میکنم جز رنگای پرطرفدار باشه. اما حالا این جعبه اصلیه رو بذاریم کنار، این بندش هم با هم دیگه حالا یه ذره جلوتر چک میکنیم. اما خود اپل واچ رو باز بکنیم جعبهش ببینیم که چی توشه. و بله این هم از اپل واچ سری 10 رنگ مشکی. همین درش رو بردم از توی جعبه، قشنگ برام محسوس و مشخص بود که واقعا نازکتر از اپل واچ های دیگه است. من فکر می‌کنم یه مقدار هم تار شد. من یه ذره اگر بگیرم نزدیک‌تر بتونید ببینید. خب اینو درش بیاریم از این تو ببینیم که در واقع چی به چیه و اصلا چه جوریه اپل واچ. من تونستم درش بیارم، بالاخره خیلی هم سفت بود این کاوری که داشت، ولی بخوام مقایسه بکنیم من میخوام با در واقع اپل واچ اولترا مقایسهش بکنم که اگر ببینید در واقع این قطرش کاملا مشخصه که چقدر در واقع نازکتره. و خب حالا صفحهش رو بخوایم نگاه بکنیم میگن که به نظر میاد صفحهش از در واقع حتی از اپل واچ اولترا هم بزرگتره. من حالا صفحه هاشون رو میذارم رو همدیگه، به نظر میاد خیلی اندازه همدیگه باشن ولی در کل خیلی به نظر من خیلی نه ولی یه مقدار سبکتر از اپل واچ های دیگه است و خیلی جنس خوبی داره به نظر. حالا به خودشو بذاریم کنار. توی این در واقع جعبش هم فقط یه دونه این کابل شارژرش هست و یک سری در واقع دفترچه راهنماش و اینها هستش. و حالا من میخوام در واقع بندش هم باز بکنم و بهتون نشون بدم که در واقع این بندی که امسال ما گرفتیم به چه شکله. این برچسب امنیتیش بغلشه، اینو میکنیم که ببینیم که بندش به چه شکله. خب اینم در واقع چیزایی که توی جعبه بندش هست، فقط یک سری توضیحات هست و این خود این بندش که حالا میذارمش روی اپل واچ با هم دیگه ببینیم. خب که این بند رو اگر بخوایم در واقع بذاریمش داخل اپل واچ به این شکل خیلی راحت این سلاید میشه این بالا و این پایینش هم همینطور. و
اما من میخوام حالا اینو الان دستم بکنم که در واقع کنار اپل واچ اولترا من، حالا من یه ذره بالاتر دستم کردم که بتونید با هم مقایسه بکنید، ببینید که به لحاظ سایز در برابر اولترا این سری 10 چطور در واقع خودشون روی دست نشون میده. خب این در واقع به این شکل هست که در واقع اندازه این دوتا ساعت رو میتونید کنار هم دیگه مقایسه بکنید. همونجور که میبینید قطرش خیلی خیلی کمتر از اولترا هست و واقعا من میتونم بگم این اولین اپل واچی هست که من در واقع من میتونم ببینم که اینقدر قطرش کم هستش. خیلی ممنونم که همراه بودین. روز و روزگار بر شما خوش.